داشتم ویدیو مستر وانشات رو نگاه میکردم که دیدم چه ست خفنی داره. کاش همه بتونه همچین ستی رو داشته باشن. بعد تنهایی با خودم فکر کردم ببینم میتونم یه کار کنم که این ستو همه به صورت رایگان داشته باشن. با اندکی فکر کردم و جستجوی خیلی زیاد فهمیدم چی بهتر از فایل ست. تو هم اگه دوست داری ست مستر وانشات رو رایگان داشته باشی تا آخر ویدیو همراه من باش. تو هم اگه دوست داری ستت از این تبدیل بشه به این تا آخر ویدیو همراه من باش. آقا یالا، حال دلتون چطوره؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. اسم من رکسوه و اومدیم داخل این ویدیوی خفن ست مستر وانشات رو برای شما به صورت رایگان بذاری. بچه ها اینا یه جور فایل هستن که فقط برای خودتون معلومه و اینکه اینا افکت دار هستن. هر چیزی که الان توی تصویر میبینی واقعی. و اینکه دوستان من این فایل رو داخل چنل تلگرامم گذاشتم که آیدیش میاد رو صفحه و داخل کامنت ها و داخل کانال یوتیوبم هست. و اینکه آموزش فایل زدنش هم داخل کامنت ها پین شده. لایک، ساب، کامنت یادتون نره. و اینکه کاراکتر این ست خفنم اینه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا از همینجا ویدیو بهتون بگم این الان بنر تانجی رو میبینید کاملا واقعیه و اگه دوست داشتین حالا داخل کامنت ها بگیم براتون بذارم. هر بنری من میتونم عوض کنم، پشت کاراکتر اینو و همه چی. ها الان با این ست مستر تنها چیزی که حال میده دبل اسنایپ بگیریم که حالا من میخوام یه اسنایپ بگیرم، یه یو ام پی و یه دیزرت و اصل کاری یه کاتانا، همون شمشیر خودمون که داخل اکثر ویدیوهاش دیدم کاتانا و اینا برمیداره. و اینکه بچه اصلا بنازم ست واقعا خوشگله، حس پلی میده و اینکه با اسکین مشتم هست دیگه چه بهتر. و اینکه آقا همین دیگه لطفا لایک هم بکنید و یه پسورد 4 رقمی داره که حالا تا آخر ویدیو بهتون میگم. و از همین جای اول ویدیو رقمش 2، اولین رقم از فایل ست 2. و اینکه آقا دیگه همین بریم سراغ بازی تستش هم بکنیم. و همین دیگه بچه ها، همین آقا همین اول کار کیف کردید یه هدشات اصلا نگاه با ست مستر رو میزنم یه حس پلی میگیرم. و اینکه آقا یه توضیح راجع به فایل هم بخوام بهتون بگم بچه ها، آموزش فایل زدن واقعا آسونه. آقا اول به شیزوتوگو وصل میشید که حالا داخل یوتیوب هست. آقا یه سال این یارو الان چیت نبود حاجی پایین زد هیدا گرفت. حالا هر چیزه آقا بچه ها برای من حرف ندارم نمیدونم هدشاتو بنازم. آقا آموزش وصل شدن به شیزوتوگو داخل یوتیوب و اینا خیلی هست، یعنی فراوونه، فارسی، انگلیسی، همه چی هست. و اینکه وقتی وصل شدید این فایل ست فیر فایر خب میزنید روش و روی پوشه‌ای که هست کلیک میکنی. اکثرا زدم فایل ست مستر و روی پوشه‌ای که هست کلیک میکنید، دستتون رو فشار میدید، نگه میدارید. وقتی که نگه داشتید کپی میزنید و میبرید داخل هر پوشه دیگه و یه جا داخل پوشه حالا ذخیره و اینا میکنید. وقتی که ذخیره کردید میان از تلگرام بیرون میرید داخل زدارچیویر پرو مود شده و وقتی رفتین داخلش روی فایل کلیک میزنید، روی همون پوشه کلیک میزنید تا زمانی که بیاد مثلا فیر فایر تی وای یا مثلا نمیدونم ادساین نقطه فیر فایر تی وای، اون موقع روی اون فیر فایر دستتون رو نگه دارید. وقتی نگه داشتید بزنید روی کپی. وقتی زدید روی کپی بزنید اندروید، بعدش دیتا، یعنی بزنید بگردید داخل پوشه اندروید، بگردید دنبال پوشه اندروید، بعدش بزنید دیتا. وقتی زدید دیتا همونجا استخراجش کنید و یه گزینه است دسترسی به تمام فایل‌ها، اون تیکش رو فعال کنید و بزنید جایگزین. خب بزنید جایگزین و بچه‌ها رقم دوم ویدیو هم و سوم ویدیو هم 3 و 5 هستش تا الان 253 هستش. و اینکه آقا دمتون گرم، لایک رو بکنید، واقعا واسه این ویدیو زحمت کشیدم. و اینکه بچه‌ها داخل تلگرام ما نظرسنجی و یک کانال فایل ست داریم که هر هفته هزاران فایل ست براتون میذارم. خیلی بچه‌ها فایل گان، ست، نمیدونم دنس اینا براتون میذارم
که حالا داخلش جوین بشین و آیدیش هم داخل حالا تلگرام هم گذاشتم و اینجا هم بخوام بهتون بگم رکس و خط فاصله 3 تا اف. خب رکس و خط فاصله 3 تا اف و اینکه همینه دیگه. و بچه‌ها یه پسورد دیگه هم میمونه که تا آخر ویدیو حالا همراه باشین. ویدیو اونچنانی طولانی نذاشتم. و اینکه بچه‌ها عشق منی دیگه، ساعت بازیم حالا ضعیف و اینا. و اینکه بچه‌ها فری فایر مود شده رو من گذاشتم، بزنید روی داخل کانال یوتیوبم پربازی ترین ویدیو فری فایر مود شده رو من براتون گذاشتم و در 3 پارت. خب در 3 تا پارت براتون گذاشتم که آقا بزنید و لذت تلپورت شدیم بدون بزنید و لذت ببرید. و اینکه آقا عشق منید دیگه، حمایت یادتون نره. فایل فری استایل برزیلی همه اینا رو براتون میذاریم. آقا پسورد آخر رمزم چنده؟ 7 تای ویدیو دیگه فعلا. خدافظ.